سخنرانی مقام عظما خبر خوش خبر بد. خوشش چی بود؟ خوشش این بود که بعد از مکانیزم ماشه هنوز زنده است. چی خوشش که این باشه پس بدش چیه؟ اون حرفایی که زد همش تو سریخوری بود. بدتر از حرفایی که زد اون حرفایی که نزد. چرا سر مکانیزم ماشه هیچی نگفت آقای دکتر؟ ترسیده یا مجبور یه سوراخی برای مذاکره باز بذاره؟ دوتاش یکیه. ترسیده مجبور یه سوراخی واسه مذاکره باز بذاره. الهی بمیرم آقای دکتر، قیافش که دیدم یاد مار افتادم که موقع خطر زبونشو در میاره. خب قبلش یه چای قنطلو بندازه بالا تا اینطوری دهنش خشک نشه، هی مثل مار مجبور بشه زبونشو در بیاره. چه کار زبون بدبخت داری تو هم؟ مار کجاش بدبخته؟ ما رو نمیگم، عضما رو میگم. باشه یه سوال غیر زبونی، چرا تو تحریم این دفعه همچین لشکرکشی کردن؟ 6 تا وزیر این میرفت اون میومد، اون میرفت این میومد، چند نفر به یه نفر؟ آخه این دفعه قضیه بدجور بیخدار شده. اروپا نمیتونه یه کاری بکنه برای یادت ما میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ آره یادمه. الان که داریم خفه میشیم معلوم شده که اروپا بوده که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تو منطقه همه دارن به اون میزنن آقای دکتر. این وسط 4 تا از این اون بخوریم که دیگه فرق زیادی نمیکنه. تو هم نوبرش آوردی. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که یارو تو درد دل با راننده تاکسی انقدر از بدبختی خودش گفت که آخرش که رسیدن راننده گفت حالا پول کرایه رو داری بدی؟ طرف گفت آره اونو دیگه دارم. راننده گفت نه جان مادرت اینم نده، تو انقدر بدبختی که این دوتا چک و لغدی که من به خاطر ندادن کرایه میخوام بهت بزنم پیشش هیچی نیست. یعنی آقای دکتر سب کن میرم روشن شد یا منم یه مشت چک و لغد واسط بزنم. یعنی هیچ رابطه‌ای با هیچ کدومشون نداریم که به درد روز مبادا بخورن؟ نه ما به درد بخوراشون نداریم. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه تو تشییع جنازه یک آدم ثروتمند همچین زجه میزد که نمیتونستن آرومش کنن. یکی گفت شما چه نسبتی با مرحوم داشتین که اینقدر ناراحتین؟ مشنگه گفت فکر کردی واسه چی دارم زجه میزنم؟ خب نسبتی نداشتم دیگه. یعنی بالاخره هیچی از اون همه بحث برجام و اینستکس و اینا به ما نمیماسه؟ نه دیگه جایی که بحث پول باشه هیچی نمیماسه. دیدی میری آرایشگاه کلی مو ریخته رو زمین، میری خیاطی میبینی پارچه و نخ و اینا ریخته رو زمین، ولی میری بانک هیچی رو زمین نریخته که هیچ، خودکارشون هم با نخ بستن ناکس. آقای دکتر بهتره بیخیال این بحث بشیم که اون 4 تا بسیجی مونده تارومار نشن. آقای دکتر از اون ترانه دوزاریا اون حکایت کشکی چیزی نداری بگی؟ ممنون بابت ابراز علاقتون به ترانه و حکایات من، ولی ولش کن. آقای دکتر تو این فکر بودم که فرق شما با فرغون چیه؟ چی گفتی تو؟ فرغون گل میبره شما دل میبری. ناکس عین چاقو میری تو دل آدم دوست داره دورت بگرده. من یه دور بیشتر. تعمیرگاه این دوره برا نداری؟ خیلی خرابتم. من خرابت نیستم، اوراقتم غیر قابل تعمیر. ببین ارادت من به تو عین یارانه نیست که یه روز باشه یه روز نباشه. ارادت من به شما عین تورمه، همیشه هست، هر روزم بیشتر میشه. ولی فعلا چاخان بس آقای دکتر برم سر سوالا. چرا از مکانیزم ماشه وحشت کنیم؟ همه قطعنامه‌ها که فعال بشن تازه برمیگردیم به قبل از برجام. خوابی که دیدی خیر باشه قربونت. اون موقع اسم تحریم بود رسمش نبود. موشک از روسیه و معامله با اروپا و پول نقد از اوباما به راه بود. الان خیلی بدتره. چرا بدتره؟ تحریم‌های قبلی مهر سازمان ملل داشتن، الان فقط آمریکا. مهر بذار در بیت مقام عظما ناکس. اون موقع اجرا نمیشد، الان داره اجرا میشه. ولی حاجی روحانی گفته قانونی نیست. دارن فک عظما رو میذارن کف دستش. این مشنگ دلش خوشه که قانونی نیست. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که مشنگه تو کلاس راهنمایی رانندگی نشسته بود، زنگ زدن بهش گفتن که بابا تو مار نیش زد مرد. گفت ماره از پشت زد یا از جلو؟ گفتن از پشت. گفت اشکالی نداره مقصر ماره. روشن شد یا همچه بزنم که آرزو کنی مار نیشت بزنه. آقای دکتر اون جشن شنبه یک شنبه حاجی روحانی همین هفته بود. این حاجی روحانی یه بار دیگه
یه شنبه چیزی اینجوری بگه ها همچی میزنم یه چیزی بهش میگم که بخوره تو سر خودشو روزای هفته و اینا. الان دیگه هیچ روز هفته نمیتونه سر بلند بکنه. تو میدونی فرق بعضی آدما با سگ چیه؟ نه خیر. سگ بلد نیست دروغ بگه ولی بعضیا میتونن عین سگ دروغ بگن. در مثل که مناقشه نیست. اونو کاری نباشه تو. آخه درست بعد از صحبت حاجی روحانی گفتین سگ. بعد گفتم صحبت نباشه دیگه. ولی خیلی با اطمینان صحبت جشن میکرد آقای دکتر. تو گوله قیافه گرفتن و جس گرفتن رو نخور. شتر مرغ دیدی؟ بله. همچی سری چپ و راست و بالای طرف رو نگاه میکنه، کسی نشناسه فکر میکنه هافبک وسط بارسلونه. دکتر دوباره عرض میکنم در مثل که مناقشه نیست. دوباره فرمایش میکنم به این حرفا کاری نباشه. تو اصلا میدونی چرا لاک پشت 200 سال عمر میکنه؟ نه خیر. چون که سرش تو لاک خودشه، حرف اضافه هم نمیزنه. پس دیگه خودتون این سفره رو که پهن کردین جمع کنین. جمع‌بندی وضعیت نظام چی میشه؟ جمع‌بندی وضعیت نظام خلاصه یک کلام. وضعیت عضوا طوری شده که هر شب از یک کابوس وحشتناک از جاش میپره، میبینه زندگیش از اون کابوسه وحشتناکتره. تو راز بقا زندگی کفتارا رو میبینه، حسرت میخوره، میگه کاش من مثل اینا بودم. آیه دکتر کفتار رو به من میگفتن شما مقام اوضاع کردین کفتار قربونت برم. برای کفتار این بدبخت خدا شده